بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت و شبکه پندنامه خوش آمدید. با یک حکایت دلنشین دیگر از کتاب شریف گلستان سعدی شیرازی مهمان شما هستیم. سعدی می‌فرماید: وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند و هر یکی رأی همی زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه همی کرد. وزیران انوشیروانشاه برای یک مسئله مهمی در کشور گردی هم آمدند و هر کس یک نظری داد. پادشاه هم یک نظر داد و یک پیشنهاد داد. بزرگمهر را رأی ملک اختیار آمد. بزرگمهر گفت: نظر من همان است که نظر پادشاه است. وزیران در خفیه پرسیدند که بعد از جلسه از بزرگمهر پرسیدند: رأی ملک را چه مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت: بر نظر پادشاه چه امتیاز و ویژگی دیدی که با بقیه وزیران مخالفت کردی و سخن پادشاه را اختیار کردی؟ گفت: به موجب آن که انجام کار معلوم نیست و رأی همگان در مشیت است که صواب آید یا خطا. گفت: چون نتیجه کار مشخص نیست و نمیدانیم که آیا اگر این کار را انجام دهیم درست می شود یا خطا، پس موافقت رأی ملک اولاتر است تا اگر خلاف صواب آید به علت متابعت او از معاتبت ایمن باشم. گفت: پس اگر کار صواب آید، کار درست شود، میگویم که من از پادشاه پیروی کردم، نظر من درست است. اگر کار خطا و نادرست شود، من نظر پادشاه را گوش کردم، پس پادشاه مرا عتاب و سرزنش نمی کند. به علت متابعت یعنی پیروی کردن، از معاتبت یعنی سرزنش کردن ایمن هستم. خلاف رأی سلطان رأی جستن، به خون خیش باشد دست شستن. اگر خلاف رأی پادشاه سخن بگویی، مانند این است که با خون خودت دستهای خودت را شسته ای. اگر خود روز را گوید شب است این، بباید گفت اینه که ماه و پروین. اگر پادشاه در روزی که روشن است میگوید اکنون شب است، باید بگویی که ماه و ستارگان را در آسمان میبینم. متاسفانه در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی که بالای مردم فقط ظلم میکنند و از اشتباهات خودشان درس نمیگیرند و فقط رأی پادشاه و حاکم است، این گونه است که انشاءالله خداوند ما را از شر تمام منصبداران ظالم در امان نگاه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.